به گردش گذاشته شده که در حمله اسرائیل به ایران مشارکت آذربایجان نیز وجود داشته. آیا مسئولین ایران چنین اطلاعاتی رو دارن یا خیر؟ در رابطه با موضوع کوریدور به اصطلاح زنگزور ما همیشه مواضع و رویکرده جمهوری اسلامی ایران رو داشتیم، به ویژه جناب علی که امروز در خصوص خطوط قرمز صحبت کردیم. آیا این در واقع وقوع جنگ میتونه تاثیرگذار باشه بر مواضع و رویکرده جمهوری اسلامی ایران در این خصوص یا خیر؟ نگرانی هایی که در محفل تحلیلگران وجود داره مبنی بر این که علت درگیر بودن و مشغله ایران در این جنگ میتونه این اتفاق بیفته. سوال اولشون در مورد چی بود؟ نه ببینید ما در این رابطه فکتی نداریم. همینطور که گفتم ما داریم به دقت رصد میکنیم تحولات منطقه رو. کشورهای منطقه مواضع نسبتا خوبی گرفتن. جمهوری آذربایجان هم موضع خودش رو در این رابطه اعلام کرده. ما نمیتونیم بر اساس گمان زنی ها یا اخبار مطبوعات نظر بدیم یا اقدام بکنیم. خطوط قرمز معمولا خطوط حیاتی ماست. و هیچ وقت مواضع ایران نسبت به خطوط قرمزش عوض نمیشه. من فکر میکنم کشورهای منطقه علاقمند هستن که در واقع تنشی در منطقه ایجاد نشه. چون این به نفع هم است.